این ویدیو مخصوص بچهای دندون پزشکیه. اینا وسایل جراحی دندون پزشکی هستن که با استفاده از اونها دندون کشیده میشه. زاویه‌های پایین یک زاویه 90 درجه دارن، همشون برای دندونای پایین استفاده میشن. برای دندونای جلو نوک این زاویه به هم دیگه میچسبه. دقت کنید، به هم دیگه چسبیده. زاویه‌ای که برای دندونهای پریمولار استفاده میشه. دقت کنید یک مقدار از همدیگه فاصله داره. زاویه دندون مولار، این دندونا چون ابعاد بزرگتری دارن، نوک این زاویه از همدیگه بیشتر فاصله داره. دقت کنید، به حالت یک چنگکی داره. زاویه دندون عقل پایین به این شکله، باز یه حالت 90 درجه رو توی سرش داره و به صورت چنگک هم نوکش دیده میشه. حالا میریم انبرها یا همون زاویه‌های دندونای بالا. بایونت، این زاویه برای درآوردن ریشه های دندون های بالایی. دقت کنید خیلی نوک تیزی داره برای اینکه راحت تیکای کوچیک ریشه رو در. زاویه‌ای که برای دندون های جلو استفاده میشه. دقت کنید نوکش خیلی به هم دیگه چسبیده است. کلا دندون های جلو زاویه‌اش خیلی به هم دیگه نوکشون چسبیده. زاویه دندون پریمولار یک کوچولو از هم دیگه فاصله دارن، یه مقدار خیلی کم. و برای دندون پریمولار دسته های زاویه یه قوسی دارن، یه قوس این شکلی دارن که توی زاویه دندون های جلو اصلا پیدا نیست. دقت کنید قوسش رو میبینید، این برای پریمولار. زاویه دندون های مولار بالا خیلی اصلا فاصله دارن و قوس به شدت زیاده دارن، اینکه راحت تر توی دست قرار بگیره برای دندون های عقب دندون مولار. این هم زاویه دندون مولاره. زاویه دندون عقل نگاه کن، یک شکل خیلی عجیب و غریبی داره، خیلی عجیب غریب شکلش، نسبت به همه زاویه‌ها خیلی خوبه.